آقا یه سری دایرکت گرفتم گفتن که این آقایی که نه دیگه امیر تتلو حاجی، من با آهنگاش خیلی حال میکنم. دوباره عرض میکنم خودش از نزدیک باش برخورد ندارم، ولی آهنگاش اکثرا آهنگای تا 2-3 سال پیش همه رو حفظن. بعد آقایون شما به من میگین حمایت بکن. من اگر حمایت بکنم اون بنده اولا که احتیاج به حمایت من نره، خودش گردان آدم پشتشه. خب بعد حمایت من، مگه من پسر آقای ببخشید آیت الله بهجت هستم زنگ بزنم آقای خامنه‌ای این جان بابا اگه من بکنم که بدتر میشه. که من خودم 8 گروه 9 تا ترکیه خواهی نمیکنم بیام که